من برگشتم دوباره بعد از 12 روز جنگ تحمیلی و اینکه یه عذرخواهی ازتون بکنم، نبودم خیلی وقت بوده. گام آخرین ویدیو هم مال عید بوده باشه یا یه ذره بعد عید، نمیدونم. منتها اینکه آمدم دوباره، تابستون شده و دوباره وقتی این رسیده که بریم بیرون. الان اومدم اینجا، یه جایی که همیشه میام، همیشه که نه، بعضی اوقات میام. یه مردابی هست اینجا، الان پشتمو ببینین، اینجا که درخت افتاده مرداب، کلا یه مرداب کوچیک تو جنگل. ولی خب الان مثلا تا اینجاش ببینید رد پا هم هست این قسمت ها که من رفتم چک کردم، دیدم رد پای گراز هم نی، رد پای گربه‌سانه. احتمالاً همین گربه وحشی باشه، چون بزرگ نیست اونقدر که بخوایم بگیم مثلا پلنگ باشه، ولی خب این جنگل پلنگ هم داره. همین گفتم بیام بگم که دوباره برگشتم و اینکه دوباره ویدیو رو امتحان میدم، قاطی کردم مثلا، ویدیوها رو ادامه میدم و ویدیوی بعدیمونم که یه ذره با تأخیر میاد، شاید مثلا یه هفته این چیزا، یه ویدیوی کوهستانی، میریم کوه، یه چند روز اینجا هستیم. حالا من ویدیوشو یه چند تا بخشش میکنم که به راحت‌تر بشه دید و امیدوارم خوشتون بیاد. همین، شبتون بخیر، خداحافظ.